سلام. یادمون باشه بزرگترین دشمن نظام شاهنشاهی پهلوی ها هستند. اونها عمیقاً انسان ها مدرنی هستند و میدونیم که سلطنت پدیده‌ای هست سنتی، مخصوصا اینکه مدرنیته در اروپا شکل گرفته و مدرنیته دشمن سنت های اروپایی است و تقریبا بی ربط است به ایران. اینکه پهلوی ها میان مدرنیته رو از اروپا میارن و سنت های ایرانی رو تضعیف میکنه، نشون میده که اونا نه تنها شاه نیستن، خاندان پادشاهی نیستن، حتی ایرانی های درستی هم نیستن. حتما اونا خدماتی کردن، اما خب نقطه ضعف های بسیار بزرگی هم داشتن. نظام شاهنشاهی بزرگترین ضربه رو از خاندان پهلوی خورده. نیروهای سلطنت طلب مثل من باید از خاندان پهلوی فاصله بگیرن. ما باید مدرنیته رو کنار بذاریم، جمهوریت، دموکراسی و هر چیز مدرنی رو کنار بذاریم. ما سنت هامون اونقدر بزرگ و ارزشمند هستن که نیازی به این چیزها نداریم. ما باید از پهلوی فاصله بگیریم. اونها برای سنت های ایرانی، دین، میهن و همه چیز ما خطرناک هستند.